جدیداً توی فضای مجازی بعضیا اومدن و میگن که میخوای پولدار بشی، بیا یه فرمول بهت بگم بری طلا بخری پول به دست بیاری. بعدش یه همچین فرمولی بهت میدن، میگن اونس جهانی رو ضرب در دلار کن و تقسیم بر این کن و قیمت به دست بیار و مقایسه بکن و از این حرفا. مسئلتون اگه چنین فرمولی درسته، چرا یه پست نمیذارن و نمیگن که امروز محاسبه کردیم قیمت خوبه مردم بریم بخریم؟ چون این کار یک قماره. بیا اصل داستان رو من بهت بگم. قیمت دلار و طلا قابل برنامه‌ریزی یا پیشبینی یا پیشگویی نیست. اگه بود که غمی نبود. همه این طلا فروشا همینطوری کار میکردن، به وقتش میخریدن، به وقتش میفروختن، دیگه مغازه را نمینداختن. تمام این پست هایی که میبینی برای جذب فالوور و فروش دوره های آموزشیه. کارآفرین خودت باش، بدون سرمایه برو واسطه گری کن. لوکس، پردرآمد، بی دردسر. به زودی نکته هاشو خواهم گفت. اینو برای دوستاتم بفرست. من پویا کرمی هستم.